مخاطبین از رسانه پشت پرده ماجرای فیلم استاندار سابق یادتونه تیم میگه که منم داشتونی رو های گلزار جابجا کرد. درود به مخاطبین عزیز، بنده امین فردین به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستم. امیدوارم که هر کجا این کره خاکی که هستید و صدا و تصویر من رو می‌بینید و میشنوید حال دلتون خوب باشه، جیبتون پرپول باشه، سالم و سرحال باشید و کانال یوتیوبی برنامه پشت پرده رو هم سابسکرایب کرده باشید. بیشک خبری که در طول چند روز گذشته در صدر اخبار رسانه‌ها قرار گرفته، ماجرای به قتل رسیدن و کشته شدن داریوش مرجویی و همسرش هستش. تمامی رسانه‌ها سعی میکنن که از دید خودشون و از زوایای خودشون با خط قرمزهای خودشون به این واقعه بپردازن و این واقعه رو تحلیل و آنالیز بکنن و مردم هر روز به دنبال کشف حقیقت هستن که قاتل و قاتلان این پرونده چه کسانی بودن. گمانه‌زنی‌ها و چیدن پازل ها کنار همدیگه نشون میده که قتل های زنجیره‌ای در بین هنرمندها، خصوصا کارگردان های به نام و مشهور، در طول چند سال گذشته حسابی اوج گرفته. حالا دستگاه اطلاعاتی و امنیتی اعلام کردند که قاتلان داریوش مرجویی و همسرش رو در مرز ترکیه در حالی که خواستن از کشور با یک هویت دیگه‌ای فرار بکنن بازداشت کرده. حالا که این ادعا مطرح شده باید ببینیم که چقدر میتونه این ادعا درست و دقیق باشه، با توجه به اینکه پیشتر در خبرها داشتیم که گفته بودن خونه داریوش مرجویی دوربین نداشته، دوربین های شهرک ها خراب بوده و هیچ تصویری به دست نیامده و حتی اثر انگشت درست و دقیقی هم پیدا نشده. این قضیه هر روز مشکوک و مشکوکتر میشه، با توجه به اینکه رسانه ها تحلیل کرده بودن که کار حکومت و سیستم هستش این قتل های زنجیره به نوعی. حالا با این انتشار خبر شاید میخوام بگن که نه، کار ما نبوده و یک شخص یا اشخاصی با کینه‌ورزی های شخصی که داشتن باعث شدن که این اتفاق تلخ رقم بخوره. اما با تحلیل و آنالیز تصاویری که وجود داشت و من در ویدیوهای قبلی هم خودم هم در خیلی از رسانه‌ها این قضیه رو تحلیل کردم و این تصاویر دلخراش کشته شدن داریوش مرجویی و همسرش رو دیدیم که توی کانال تلگرامی پشت پرده‌ام این تصاویرش رو گذاشتیم. یه سری فرضیه دیگه هم مطرح شده بوده با توجه به لباسی که داریوش مرجویی به تنش داشته. یک لباس رسمی بوده، گویا منتظر یک مهمون بوده و حالا چرا این توضیحاتو میدم، میخوام جلوتر به نکات دیگه‌ای برسم. گویا منتظر مهمون بوده و قرار بوده که یک آشنا احتمالاً بیاد خونهشون. معمولاً آدمای معروف و مشهور اگر بخوان یه شخصی رو ببینن، اگر ناآشنا باشه بیرون قرار میذارن. طبیعتاً طرف آشنا بوده یا یک جریانی بوده یا از یه سمتی یا یه ارگانی خواستن بیان اونجا و دیدن بکنن. به خاطر همین لباس رسمی نشون میده که طرف آشنا بوده و اومده توی خونه و تصاویر و نحوه به قتل رسیدنش نشون میده که هیچ مقاومتی نداشته و گویا غافلگیر شده. اما همسرش گویا این صدا رو شنیده و از غافلگیری وقتی تصاویر همسرش رو نگاه میکردیم متوجه میشیم که گویا همسرش مقاومت کرده، دستاشو بستن و حالا اتفاقات تلخ دیگه رقم خورده. تمام این نکات و مقدمه ها رو گفتم که بهتون بگم که دقیقاً این قتل شبیه قتل فریدون فرخزاد هستش. فریدون فرخزادی که در بن آلمان به خاک سپرده شده و در شهر بن آلمان به عنوان یکی از نخبه‌های سیاسی و مبارزان سیاسی بعد از انقلاب ایران چند سال فعالیت داشت، محبوبیت عجیب و غریب داشت و حتی به سخنرانیاش بعد از 30-40 سال گوش بدیم انگار همین دیروز این سخنرانی‌ها رو انجام داده و نحوه قتل فریدون فرخزاد هم به همین صورت بوده. اومده بودن توی خونهش و حتی شاهدان عینی گفته بودن که هندونه خریده بوده و میوه خریده بوده و اومده بوده خونه و اون کسایی که اومده بودن تو خونه غافلگیرش کردن و کشتنش. و این شباهت کشتن با شباهتی که برای داریوش مرجویی اتفاق افتاده ماجرا رو عجیبتر، تلختر و هولناکتر میکنه. از اون طرف پلیس گفته که مظنونان اون کسایی که مظنون بودن و دستگیرشون کردن 10 نفر بودن، اما گفتن که جزئیاتی رو فعلا به بیرون درز نمیدن به خاطر اینکه میخوان تحقیقات رو انجام بدن و اگر جزئیاتی از بازداشت قاتل و قاتلان رو اصطلاحاً به بیرون درز بدن ممکنه که در عملیات تحقیق و بازپرسی به مشکل بر بخورن. از اون طرف این قضیه یه مقداری هم مشکوکه هم عجیب و غریبه، به خاطر اینکه معمولا وقتی همچین اتفاق بزرگی میفته و رسانه‌ها بهش میپردازن، در صدر اخبار همه مردم به دنبال حقیقت هستن، مردم میخوانند دستگاه امنیتی و خصوصا پلیس که بیاد توضیح درست و دقیق بده، نه اینکه مردم رو حواله و دایورت بکنه به
اصطلاحاً روزهای آینده که فضا بخوابه بخوان تحلیل و آنالیز بکنن بگن که آره این قتل صورت گرفته و حالا در بین مردم و توی کامنت ها و توی حالا توییت هایی هم که منتشر شده بوده گفتن حالا احتمالاً یه نفری رو گرفتن، حالا مثلا قاچاقچی موادی بوده چیزی بوده، آوردنش گفتن که حالا تو رو به عنوان قاتل داریوش مهرجویی جا بزنه و این قضیه رو بخوان ماسمالی بکنن، چون فکر نمی‌کردن با این حدت و شدت این ماجرا اصطلاحاً رسانه‌ای بشه، چون سایبری ها و کسانی که توی اون فضا بودن یه سری ویدیوها رو از داریوش مهرجویی منتشر کردن که آره داریوش مهرجویی از اوایل انقلاب سمت سیستم و حکومت بوده، نمیدونم حرفای پوپولیستی میزده، حرفای مثبت میزده، بعدش اومدن گفتن که توی انتخابات سال 92 طرفدار رئیسی بوده، نمیدونم سمت میرحسین موسوی بوده و اصطلاحاً اصلاح طلب بوده، از اونها حمایت کرده بوده و ببینید این آدم درستی نبوده، پیشینه سیاسی نداشته و تمام این پیشینه ها رو میگفتن که بخوان داریوش مهرجویی رو به نوعی خراب بکنن از زاویه سیاسی و مردم میگن که اینم از خودشون بوده، یکی از خودشون بوده، حالا هم که کشته. ولی این قضیه موفق نبود براشون به خاطر اینکه داریوش مهرجویی یکی از ارکان اصلی سینما ایران بود. اگه دقت هم کرده باشید سکوت عجیبی بین سلبریتی ها و افراد معروف و مشهور هستش. عملا ما میبینیم که واکنشی رو از سمت سلبریتی ها نمیبینیم، واکنشی رو از سمت افراد معروف و مشهور نمیبینیم. نوید محمدزاده خودش رو جر داد و نهایت یه هشتگ داریوش مهرجویی زده بود، بقیه‌شون هم که الا به یک خاطره یا به یک اصطلاحاً تجدید دیدار قدیمی با داریوش مهرجویی بسنده کرده بودن. حالا اما خبرگزاری رکنا که عموما خبرهای پلیسی و امنیتی رو منتشر میکنه اعلام کرده که پلیس گفته که لب مرز ترکیه، حالا الان گفتن ترکیه، یه 2 روز دیگه حالا صبر بکنید این ویدیو منو داشته باشید، چند روز دیگه این مرز هم جابجا میشه، یه بار میگن مرز افغانستان، یه بار هم میگن مرز کردستان. حالا اگر توی این روزها دیدید مرز عوض شد از ترکیه رفت یه جای دیگه تعجب نکنید، به خاطر اینکه میخوان ذهن‌ها رو منحرف بکنن. اول این خبر رو پخش میکنن مثل یک حالت تومه که بگن که آره طرفو گرفتیم، صبر میکنن که ببینن واکنش جامعه چی. اگر واکنش جامعه بطلبه که مثلا بگن که این از مهاجرها بوده ربطش میدن به افغانها، اگر دیدن نه جامعه به سمت کرداست ربطش میدن به کردها و مرز کردستان، اگر بدونن ترکا دارن مثلا یک کار انجام میدن ربطش میدن به ترکا، اگر ببینن خیلی اوضاع هیری ویریه میدنش سمت عربا که به یک جریان سیاسی و به یک سمت و سوی سیاسی ربطش بدن، بگن که آره مثلا فلان ارگانی که نمیدونم فلان جریان و گروهکی که مثلا یه سمتی بوده این قتل رو انجام داده و یک منفوریتی رو بین مردم ایجاد بکنن. ولی خب این وسط این خبر هم باعث شده که ماجرای آرمیتا گراوندی، دختری که توی مترو تهران اونجوری که گفته بودن مامورای گشت ارشاد باش درگیر شده بودن و با هول دادنش سرش میخوره به لبه قطار رو میفته و الان هم میگن که ضربه مغزی شده و شرایط بدی داره و توی کما هستش، نشون میده که عملا خبرها از اون سمت شیفت و هدایت شده به سمت ماجرای کشته شدن داریوش مهرجویی و همسرش که بخوان این قضایا رو مطرح بکنن. حالا اما اگر در دقایق و ساعات آینده خبر دقیقی از بازداشت و بازداشت شده بشه، احتمالاً در روزهای آینده ویدیو اعترافات یا مصاحبه‌های در حین بازداشت این افراد رو منتشر خواهند کرد که اگر منتشر بکنن ما حتما این تصاویر رو تحلیل و آنالیز می‌کنیم و برای شما در کانال یوتیوبی برنامه پشت پرده منتشر خواهیم کرد. حتما کانال پشت پرده رو سابسکرایب بکنید، دکمه این پایین هست نوشته سابسکرایب، ویدیو رو لایک کنید، برای دوستان خودتون به اشتراک بذارید که این ویدیوها بیشتر دیده بشه، این تحلیل ها بیشتر دیده بشه و افراد بیشتری آگاه بشن. مرسی که تا این لحظه با ما همراه بودید.